امروز سه‌شنبه 30 ماه هستش. میخوام برم سوپرمارکت، بعد ببینم با این 1000 کرون چقدر میتونم خرید بکنم دیگه. البته احتمالا خریدام به 1000 کرون نرسه، ولی این 1000 کرون پول مینیمم حقوقیه که به یه کارگر بی تجربه بدون تحصیلات، این دیگه پایه حقوق پایه این 1000 کرون رو برای کمتر از 5 ساعت بهش میدم. 5 ساعت کار کردن، یعنی میگم اصلا هیچ تحصیلاتی نداشته باشه و عرض کنم که تجربه نداشته، یعنی بیس حقوق دیگه. حدوداً 4 ساعت و مثلا 45 دقیقه اینا، تقریبا یکم کمتر از 5 ساعت اگر کار بکنه اینو بهش میدن. حالا میخوایم با این بریم ببینیم که چی میشه خرید تو سوپرمارکت. اول موز برداریم. این موزا به ازای هر کیلوشون 23 کرونه. نمیدونم چقدر این، ولی هستن. من قیمت هایی که اینجا روی صفحه می نویسم بعد از حساب وزنشونه، یعنی قیمتی که توی فاکتور میخوره اونو می نویسم دیگه، که مجموع دستمون بیاد که من چقدر خرید کردم. اینم یه توت فرنگی هر کیلوش تقریبا 40 کرونه، ولی این بسته ها 20 کرونه. این خوشگل داره، اینو برداریم. نه ناگت 900 گرمی، ناگت مرغ 69 کرون. پنیر فیلادلفیا 32 کرون هر کدومش، که من 2 تا برداشتم 64 کرون. یه بسته نون ترکیه خیلی شبیه نون لواشه، طعمش هم تقریبا مثل نون لواشه. اینم 2 بسته ازش برمی‌دارم، صبحونه از اینا میخورم دیگه، از اینا با پنیر فیلادلفیا. اینا هم هر کدومش 16 و 3 دهم کرون. یه دونه نوتلا 44 کرون. یه بسته سیب زمین سرخ کرده نیمه آماده خانواده 2 کیلو، 1.8 کیلوه. قیمتش 60 کرون. پیتزای منهتن پف خیلی خوشمزه. از اینم 2 تا برمی‌دارم. بعد این بزرگه ها، این برای 2 وعده است، یعنی برای یه وعده نیست هر کدومش. اینا هر کدومش 80 کرونه، دوتاش میشه 160 کرون. بعد این هفنه‌هاش هم خوشمزه، نصفش پپرونیه نصفش بیکنه، این هم خیلی خوشمزه. اینم خوش برای 2 وعده است دیگه، در یعنی هر کدومش برای 2 وعده است. اینم 90 کرونه، هر کدومش 90. ماست توت فرنگی که من عاشقشونم، اینا هم هر کدومش 32 کرون، 2 تا برمی داریم. پرتقال 1.75 میلیلیتری 38 کرون. یه بسته 4 تایی کوکاکولا بدون شکر نو زیرو، اینا بهش میگن روتن سوکر، 55 کرون بسته 4 تاییش. نسکافه 10 تاییش 26 کرون. کیسه فریزر 50 تایی یه بستش 16 کرون. شامپو هد اند شولدرز 7
کاره. فکر کنم روغن موتور هم هستش. اینم 40 کرون. مجموع خریدای اینا شد که به اضافه یه دونه کیسه، چون کیسه هم هزینه داره، کیسه به اصطلاح خرید، همه با هم شد 900 کرون. یعنی اون 1000 کرونی که اولی ویدیو نشون دادم باز 100 کرونش موندش دیگه. امیدوارم که این ویدیو یه دید خوبی نسبت خرج و مخارج به درآمدا تو نروژ داده باشه. خب البته به اصطلاح اکثر ماهایی که میایم اینجا چون تحصیل کرده ایم و کاری هم که پیدا میکنیم اکثرا مرتبط با رشته خودمون هست، خب حقوقا خیلی از این بیشتره.